عالی ریاست جمهوری خواهش میکنیم که سخنرانشان را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، جناب معاب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، شخصیت جهادی و رئیس محترم شورای عالی صلح افغانستان پیر صاحب گیلانی، جناب معاب جناب استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون شورای عالی صلح، جناب استاد محقق معاون محترم ریاست اجرایی حکومت وحدت اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی افغانستان، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی افغانستان، علما و اساتید، شخصیت‌های اجتماعی و ملی، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس جمهور، از شما و از همه حضار گرامی، دانشمندان محترم، اجازه می‌خواهم سخنان خود با یک مقوله حقوقی آغاز کنم. دانشمندان حقوق و علوم سیاسی گفتند دولت یک شخصیت حقوقی است مرکب از 4 عنصر: سرزمین یا قلمرو، دوم جمعیت یا ملت، 3 حکومت، 4 حاکمیت یا استقلال. در میان 4 عنصر مهمترین عنصر ملت است که جمعیت بشری یک کشور را تشکیل میده. اما یک ملت چگونه شکل میگیره و یک پیوند ملی چگونه ایجاد میشه؟ باز هم در نظریات کلاسیک حقوقی گفته شده که پیوند ملت ها یا بر اساس عوامل و عناصر مادی و فیزیکی است، مثل پیوند های خونی و نژادی که معروف به تئوری یا نظریه آلمانی. اما دوم که معروف به نظریه فرانسوی، گفته شده که پیوندهای معنوی است که یک ملت را ملت می سازد. مشترکات فرهنگی، باورهای ایمانی، مشترکات تاریخی و سرنوشت مشترک است که یک مجموعه را به هم پیوند میده و اون مجموعه به عنوان یک ملت مطرح میشه. نظریه‌ای که از نگاه واقعیت‌های عینی و تاریخی مورد تایید است، نظریه دوم است. یعنی در حقیقت فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک است که عامل پیوند ملت هاست و یک پیوند ملی را ایجاد میکنه. در ایجاد این پیوند بدون شک شخصیت های ملی است که نمادی از فرهنگ و تاریخ و ملت است. شخصیت های تاریخی یک کشور و یک ملت به 2 دسته هستند. دسته ای که تاریخ نگارن، تاریخ و فرهنگ یک کشور را تدوین میکنن و ما در افغانستان شخصیت های بزرگی داریم. از شخصیت های فرهنگی و مورخان و شاعرای معاصر ما گرفته، علامه کهزاد، ملا فیض محمد کاتب، علامه عبدالحی حبیبی، غلام محمد غبار، میر محمد صدیق فرهنگ، استاد مرحوم خلیل الله خلیلی و سایر شعرا، فلاسفه، فقها و فرهنگیان بزرگی که
تاریخ و فرهنگ افغانستان را زنده نگه داشتن، تدوین کردن و باعث ماندگار شدن تاریخ کشور شدن. دسته دوم شخصیت‌هایی هستند که تاریخ ساز هستند. اینها رهبران سیاسی جامعه و کشورند. در تاریخ معاصر خود و در دوره جهاد و مقاومت افغانستان ما شخصیت‌های بزرگی داشته ایم که جمعی از اونها به شهادت رسیدند یا به رحمت حق پیوستند. اینها تاریخ سازان کشور ما هستند. استاد شهید استاد ربانی، شهید مسعود، عبدالحق شهید، استاد شهید عبدالعلی مزاری نمادهای از چهره‌های تاریخ ساز معاصر ما هستند. شخصیت‌های کشور از هر قومی که باشند و منسوب به هر زبان و مذهبی که باشند نمادی از وحدت ملی ما هستند. و امروز جناب رئیس جمهور ما از شما تشکر میکنیم، هم به خاطر پیام بسیار جامعی که امروز فرستاده بودین و در مراسم 21مین سالگرد شهادت استاد مزاری قرائت شد. پیام جامع پرمحتوا و هر جمله آن برای ما پیام و مفهوم خاص خود را داشت. و هم از این جهت که با صدور فرمانی که پیشتر قرائت شد لقب شهید وحدت ملی را به استاد عبدالعلی مزاری عطا کردیم. از بابت همه اینها از شخص جلالت‌مآب شما از طرف خود و حاضرین گرامی و همه مردم افغانستان تشکر و تقدیر میکنیم. اما نکته‌ای که بجاست یادآوری کنیم، تجلیل از شهدا و شخصیت‌های فرهنگی و تاریخ ساز ما یک وظیفه و یک مسئولیت است، اما در کنار آن مهمتر از آن تحقق آمال، آرزوها و آرمان‌های این شخصیت هاست. برداشتی که ما داریم هر یکی از این شخصیت‌ها در یک مسیر خاص فعالیت کردن، مبارزه کردن و در یک شرایط خاص هم به شهادت رسیدن. شهید استاد ربانی شهید راه صلح افغانستان است. در راه صلح و تأمین صلح و امنیت پایدار به شهادت رسید. احمد شاه مسعود شهید از شهدایی است که عمر را در راه استقلال و تمامیت ارضی افغانستان مبارزه کرد و او جمله معروف است از شهید مسعود که گفته بود اگر یک وجب از خاک افغانستان باقی بمانه من از او دفاع میکنم و میمانم و مقاومت میکنم. و شهید استاد مزاری در راه عدالت اجتماعی و تأمین وحدت ملی افغانستان به شهادت رسید. بنابراین اگر این سه تن از شهدای بزرگ خود در نظر بگیریم، هر یک از اینها به عنوان نمونه در راه یک هدف بسیار برجسته ملی به شهادت رسیدند. دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، تأمین صلح و امنیت کشور و تأمین عدالت اجتماعی و وحدت ملی در افغانستان. من میخوایم با اجازه شما در این جلسه اعلام کنم که حکومت وحدت ملی افغانستان اهداف شهدای بزرگ را در سرلوحه برنامه خود قرار می‌دهد. شهید مزاری شخصیتی بود که عمدتاً عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، برابری همه اقوام افغانستان را و تأمین وحدت ملی کشور را در رأس برنامه‌ها و اهداف سیاسی خود قرار داده بود. اگر وقت شما را زیاد نگیرم فقط یک چند جمله کوتاه را از شهید مزاری نقل میکنم که در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های مختلف خود در شرایط مختلف بیان کرد. ما حقوق همه ملیت‌ها را می‌خواهیم. حقوق ملیت‌ها به معنای برابری و برادری است. اگر ملیت حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد به معنای تجزیه طلبی نیست. این حق طبیعی مردم است که خواستار حقوق خویش و عدالت باشند.
ما معتقدیم که حکومت افغانستان نباید روی مذهب و نژاد به وجود آید. خواست ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است. ریشه اصلی تمام فاجعه ها در کشور انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگران است. دشمنی ملیت‌ها فاجعه بزرگی در افغانستان است. حق طلبیدن به معنای تجزیه طلبی نیست. دولت مردمی وقتی به وجود می آید که انتخابات برگزار شود و این انتخابات آزاد باشد و مردم آزادانه رأی بدهند. راه حذف در افغانستان تمام شد و کسی نمی تواند ملتی را و یا حزبی را و یا مذهبی را حذف کند. من به صراحت می گویم که هر کس برای حذف و دشمنی ملیت‌ها حرف بزند خائن ملی افغانستان است. هر کسی که بیاید تضاد ملی را به وجود بیاورد ما او را خائن ملی می‌دانیم و علیه او هستیم. ما مظلومان تاریخ بوده ایم. ما نمی‌خواهیم بالای کسی ظلم کنیم. ما می‌خواهیم از زیر بار ظلم بیرون آییم. جناب رئیس جمهور، جملات کوتاهی بود که به صورت بسیار مختصر بیانگر دیدگاه‌ها و بخشی از تفکر سیاسی استاد شهید عبدالعلی مزاری است. ما امیدوار هستیم که در سایه رهبری حکومت منتخب افغانستان که ناشی از اراده همه مردم افغانستان است، مسیری را طی کنیم که آرمان‌های شهدای خود را در جامعه خود تحقق ببخشیم، صلح و امنیت پایدار، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، تأمین عدالت اجتماعی و وحدت ملی در کشور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.